اینجا ونزوئلاست و توی ونزوئلا شما تا دلتون میخواد میتونید ماشینای تولید ایران رو ببینید، مثل سمن، تارا، کویک، ساینا. و امروز من میخوام سوار این ماشین ایرانی که اسمش تاراست بشم، ببینم چه تفاوتایی با اونی که تو ایران هست داره. اولین چیزی که مشهوده رنگ ماشینه که خیلی رنگ با کیفیت تری مشخصه که استفاده کردن. اینم بیرونه، یعنی پشت ماشینه، همچین اسمی داره تارا. و الان میخوام سوارشم. این یه ماشین تاکسی تلفنیه. Hola amigo, ¿cómo estás? میخوام داخل ماشین رو بهتون نشون بدم. این سینه ماشینه که توی کنسولش و اینا یه همچین چیزایی وجود داره. اینجاش دیجیتاله، یه همچین LED داره و اینا. میخوام از راننده بپرسم چجوریه. Amigo, ¿qué tal de car? ¿Cuánto cuesta en Venezuela? میگه چیزی حالاش $21,000 هم پول اینو داده. البته با $20,000 اینجا اینا نمیتونن تویوتا و چیزای دیگه بخرن و این ماشین خب براشون خیلی ماشین خوبیه. کسایی هم که اینجا استفاده میکنن راضی هستن. یه تعداد کویک و اینا هستش که دست پلیس دیگه شهرهای دیگه و یه تعداد ساینا ماینا هم هستش برای اداره برق و اینجور چیزا. عشقی تو نبضم میزنی مثل نفسی خواهشی، تو خواسته یه قلب منی دوست دارم سفارشی. ویدیو رو لایک کن و تا انتهای سفر آمریکای جنوبی تو این چند ماه با من باش.